حالا به این فکر کردید دنیا پر از رازهایی که هیچ دانشمند یا تاریخ نگاری نتونسته جوابشو پیدا کنه؟ امروز قراره با هم بریم سراغ رازهایی که هنوزم حل نشدن. پس تا آخر ویدیو با من باش. مثلث برمودا یکی از معروفترین معماهای دنیا، مثلث برمودا، منطقه‌ای در اقیانوس اطلس بین فلوریدا، برمودا و پورتوریکو. از سالها پیش هواپیماها و کشتی‌های زیادی تو این ناحیه ناپدید شدن بدون هیچ ردی. پرواز معروف، پرواز 19 در سال 1945 با 5 هواپیما رفت و هیچ وقت برنگشت. نه لاشه‌هاش پیدا شد، نه اجساد و نه خدمه‌ها. بعضیا میگن موجودات فضایی، اما واقعا چی پشت این ناپدید شدن هاست؟ کسی میدونه؟ آتلانتیس، شهر گم شده. آتلانتیس، شهر افسانه‌ای که افلاطون برای اولین بار ازش حرف زد. یه تمدن فوق پیشرفته که فقط تو یک شب زیر آب فرو رفت. ولی واقعاً آیا این شهر وجود داشته؟ بعضیا میگن نشونه‌هایی از آتلانتیس پیدا شده در اعماق دریای مدیترانه یا حتی جزایر دورافتاده. ولی تا امروز هیچ مدرک قطعی وجود نداره. آیا آتلانتیس فقط یک افسانه است یا یک راز فراموش شده از تاریخ بشر؟ خطوط نازکا، پیام‌هایی از آسمان. توی صحرای نازکا در کشور پرو هزاران خط و نقاشی عجیب روی زمین کشیده شده. از بالا که نگاه میکنی این خطوط تبدیل به شکل‌های عجیب میشن. پرنده ها، حیوانات، موجودات غیر معمول. جالب اینجاست این طرح‌ها هزاران سال قدمت دارن و فقط از آسمون دیده میشن. هیچکس دقیق نمیدونه چرا مردم باستان این خطوط رو ساختن. بعضیا میگن شاید نوعی پیام برای موجودات فضایی باشه، یا پروژه‌ای مذهبی، یا پدیده‌ای ناشناخته. بیگ فوت. برای قرن‌ها مردم درباره موجودات عجیبی به اسم بیگ فوت حرف می‌زدن. موجوداتی عظیم و جثه، نیمه انسان و نیمه حیوان که توی جنگل‌ها و کوه‌ها پرسه می‌زنن. بارها رد پاشون دیده شده ولی هیچ مدرک علمی قطعی براشون وجود نداره. آیا اینها فقط افسانه‌اند یا ممکنه موجودات ناشناخته‌ای بین ما باشن؟ تابوت‌های سنگی مصر. در مصر باستان در منطقه‌ای به اسم ساکارا تابوت‌های عظیم پیدا شده که حتی با تکنولوژی امروزی هم جابجاییشون تقریباً غیر ممکنه. وزن این تابوت‌ها 80 تن میرسه، ولی مصری‌های باستان بدون جرثقیل، بدون ماشین‌آلات چطور این سنگ‌ها رو تراشیدن و جابجا کردن؟ هنوزم هیچ توضیح قانع کننده‌ای براش نیست. شاید دانششون بیشتر از اونی بوده که ما فکر می‌کنیم. اینا فقط چند تا از عجیب‌ترین رازهای تاریخ بودن، رازهایی که هنوز جواب مشخصی ندارن. تو نظرت چیه؟ اصلا به موجودات فضایی باور داری یا نه؟ اگه دوست داشتی کامنت کن، لایک کن و حتما سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی رو از دست